تو این کلیپ خلاصه طرز کار دستگاه چاپ سیرک دستی رو بهتون آموزش میدیم. ابتدا باید مواد حساس رو نسبت 10 بیج با هم مخلوط کنیم، توی ظرف پلاستیکی هم بزنیم تا سبز رنگ بشه این مواد. بعد یه لایه خیلی خیلی نازک رو روی توری شابلون میکشیم. لایه باید فوق العاده نازک باشه. بعد از اینکه لایه نازک رو کشیدیم با سشوار باد سرد رو باید خشک کنیم. البته همه این مراحل باید توی جای نیمه تاریک باشه که نور نباشه، به نور حساس است. بعد از اینکه این شابلون خشک شد، پرینتمون رو قبلا گرفتیم روی کاغذ کالک. پرینت رو شیشه دستگاه قرار میدیم، شابلون رو قرار میدیم روش و یه مشمع مشکی هم میندازیم نور بیرون نزنه. تایمر رو روشن میکنیم رو 2 دقیقه و 10 ثانیه. بعد از اینکه 2 دقیقه و 10 ثانیه نوردهی شد، این شابلون رو تو همون جای نیمه تاریک با فشار آب سرد میشوریم تا شابلون آماده بشه. بعد از اینکه شابلون ما آماده شد، اینو به صورت افقی میذاریم تا خشک بشه. وقتی شابلون آماده شد، خشک شد، با گیرهای مخصوص روی میز مسطح که میز کارمون شده میبندیم و سطح صاف رو میذاریم زیرش. کاردک رنگ میکشیم تا چاپ بخوره به همین صورتی که دارید میبینید.